ما دایم چیغ میزنیم که ما سلفیستیم. سلفی گروپ نیست، تنظیم نیست، دل نیست. سلفی به منهج سلف، به فهم سلف دین فهمیدن، به تطبیق سلف دین تطبیق کردن، به فکر سلف اندیشه پیدا کردن، به عقیده سلف عقیده اختیار کردن. از خود چیزی را زیاد و کم نکنیم. دین او از ما قدر خوب فهمیده بود، شاگردای مستقیمی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. تقوایشان در معیاری بود که اندازه نمیشه، نمیتونیم به او برسیم. بعضی دشمنای دین علیه ما تبلیغات میکنه، میگه یا امامای دین بددورت میگه. نعوذ بالله نعوذ بالله. در این شکی نیست. علمای جرح و تعدیل بالای هزاران علما انتقاد داره، جرح میکنه. ما در این مورد داخل نمیشیم که فلان عالم فلانی عالم جرح کرده، در سند حدیث ضعیف است. اما یک تعداد دوستای ما نامی تسلفی میمانی، اما نسبتای غلط و نسبتای خیلی بیادبه در شان سلفی ما میکنی، در شان علمای ما میکنی. امام ابو حنیفه رحم الله سلفی است. امام ابو حنیفه رحم الله سردار سلف است. تو حق نداری که امروز علیه از او تاخت و تاس